الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. با ما سوال آمده است که آیا استفاده بردن سپیرت برای داروگی جایز است یا نیست؟ البته سپیرت حرام است، نوشیدنش و استفاده بردنش. سپیرت به همون خمر داخل می شود. از همین جهت استفاده بردن سپیرت، نوشیدن سپیرت، خریدن سپیرت حرام است. البته که قرآن یعنی خمر رو، نوشیدن خمر رو حرام میکند. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. سپیرت هم از این داخل می شود، نوشیدنش حرام است. اما مسئله اینجا میماند که آیا استفاده بردنش همچون دوا به پوست مثلا نمی نوشید، اما به پوست مالیدنش یا به یگان جسم یگان جایش استفاده بردن یا به دواهایی که یعنی پرسنت های زیاد دارد، 50% و 70% در درون این دارو مثلا سپیرت باشد، نوشیدنش جایز است یا نیست؟ حرام است، جایز نیست. زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن، چخیلی که در حدیث آمده است، ما جعل الله شفاء امتی فی الحرام. الله شفای امتی من را در حرام قرار نداده است. شفا در غیر حرام وجود دارد. یگان چیزی حرام شفا برای امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست. از همین جهت یگان چیزی حرامی را دیدید که کسی میگه که همین استفاده کن شفا است، استفاده نبرید. دانید که به همون کسلی شما دیگر چیزی یعنی غیر حرام هم وجود دارد. البته از همین حدیث ما حجت میگیریم و میگیم که نوشیدن داروهایی که سپیرت زیاد دارد و استفاده بردن سپیرت برای یعنی بدن، برای شفاگی درست نیست. اما در غیر این صورت دیگر داروهایی که از سپیرت نیست، از دیگر چیز معروف است که حلال است. اما وقتی که ضرور باشد، وقتی که انسان در یک جای باشد که دیگر علاجی نباشد، حالتی که ضرورت باشد جایز است، باقی ندارد. حالتی که ضرورت است معناش این است که انسان در یک جایی هست که در اونجا دیگر دارویی نیست، استفاده یگان برای مثلا جراحت مخن کردن هیچ چیزی نیست بجز همین سپیرت. اگر نکند سپیرت شاید وفات کردنش ممکن است، برای اینکه هیچ چیزی نیست. در این حالت جایز است، اما در غیر این حالت جایز نیست، حرام است. بارک الله فیک.